دید و روشن پهلوان آینده‌دار تاجیکستان خواهد بود. نماینده ما با لباس‌های ورزشی کبود است، پال محمد طالبوف، بعداً هم جان محمد طالبوف و او تمرین بیشتر دادند در اگر شهر دوشنبه و بعداً این مرحله ها رو پهلوان ما پشت سر کرد و بعداً هم در تالار ورزشی کان گرد مهارت خود رو هم صیقل داد. برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیا هست. در آخر سال 2021 در شهر بیروت لبنان حرکت اکنون از جانب پهلوان بریتانیای کبیر هم خیلی با سرعت است. وری گریک باز هم به پهلوان ما جریان رقابت جالبتر صورت میگیرد اگر باز هم ابوبکر شیروف در روند تلاش خود تواند که پای خود را هرچه زودتر از این حالت بیرون کند. رفتی سبقت وری گریک رقیب پهلوان ما از بریتانیای کبیر است. اکنون ابوبکر هرچه زودتر این حالت را اکنون فرصت را از دست داد. وری گریک میبینیم که در این لحظه مناسب و خیلی هم جالب و ورزشگری ما میسر شد که امتیازی ارزنده را، یعنی این هم شایسته است و ذره خیلی خوب فرصت را پیدا کرد از نماینده بریتانیای کبیر که خیلی تجربه غنی دارد. 33 ساله است رقیب پهلوانی ما وری گریک. بسیار هم فرصت مناسب، امکانیت خوب را آفرین. غلبه اولین پهلوانان ما در مسابقات با نفوذ گرند سلم، یک چهره نمایان، ورزشگر جوان و امیدبخش تاجیکستان ابوبکر شیروف 19 ساله از پهلوان ما خیلی جرأت و توان شایسته نشان داد. برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی آسیا اقیانوسیا گفتیم در این باره. احسن